آخرون که اینجا ده؟ مای پایجا. سلام علیکم. سلام. ایوی است. بیا پایجا بشینی. بشینی. سلام علیکم. ایقا آدم بسیاره. زوره چی؟ پیش وقتی حضرت ملیسا بود گایی کور میکرد. بسیار گایی سختگیر بود. شب و روز در راه چخ بود. یگان کسی روی خود تیر نمیکرد. حتی چند بار آتش جریمه کردگی بود. واه. یک شب در پست دیجورنی بود. همین گایی شب بود. محتوب پر بود. پاشا پر نمیزد. یکی میبینه که یک تانکوچه‌ای یک ماشینی سبز اومده ایستاده است. میدمه و ماشینی سرخ من میکنه. میبینه که شریارش نیست. سرشا درون میداره. بازارش هم نیست. پوچوی میرسته یخ میکنه. همین اولاده کدومی پشتش تپ تپ میکنه. ملیسا قفاشو نگاه میکنه که موسفید چشمش سبز سرخ طرف گی میگه که پروات قطی ردرد بته. 3 روز زنکی گی میگیره. 4 روز ده میخیزه و همین فولبین بشوه. ما اپا این هر روز همی جایم. شما بدرین بعد شما ما میدرم. توبه چی کروی نمیشوم. خیز رحمت دودر جون. خیز معده‌تان مریض است. شما باشد باد دارید. یک روز بیم بادتان ما خدمه برارم. ما برای سفر آمدیم. سفر تندری چیروغک زد. بعدی همو یگان کس نمیشناختگی شد. انا زبانی مادریشم گم کرده. با زبانی خارجی گپ میزند. حاضر سفر در پیش ما نیست. رفتارش هم رنگی سفر نیست. خوراخریش هم دیگر شده است. حتی دیگر خیل خواب می رود. نفس کشیشم دیگرای. معلوم جین یارش شده است. جین؟ خب دیگر علاج نداریم. برآمد اینجا خواب کنید. حاضر جیناش دفن میکنیم. سفر جون خوب رو. Madame, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? دروزکش. خواب رو حاضر جین کپود. Okay, I'm sorry. برا
برا گفتم برا ای جین برا یک تا دیگهش موند است تو بهم برا گفتم برا برا جینوش دیده است من فکرم لباسای از کجا گرفته باشم؟ سلام سفر. Bonjour. سلام خاله جان. سلام دخترم. سفر یاردمچی شما شد از چی؟ خودم هم حیرانم. گویا که عوضش کرده باشم. دادام گفت که به سفر یاردم کنم که زبانش را به یاد بیارد. لغتم خیلی است. اما این چشم تکرار کن. چشم. Bon, mademoiselle, vous êtes vraiment très jolie. نه درست. مرسی. Les yeux. Oui, les yeux. چشم. Chachem. میشد است گفت؟ ای سفر بس کن ما را فریب نمیکنی این قبالو بدای چی کاری نکرده که دلی دختر رئیسه یابی هی روید از اینجا به تربیه ها سفر بلبلوف با حادثه گوشنشینی خود ده خود را در سراسر عالم مشهور کرد. حتی عالمان طب با این گونه حادثه نادر باری نخست است که دچار میشوند. حالا ما از دیرکتور مکتبی که سفر بلبلوف تحصیل کرده بود کمی معلومات میگیریم. مرحمت دوستان. من درباره سفرجان همین را گفتنی هستم که سفرجان نه تنها افتخار مکتب ما بلکه افتخار دهه ما است. سفرجان همیشه با بهای اعلا میخواند در مکتب و وی زبان انگلیسی، زبان نیمسی، زبان فرانسوزی را میخواست آموزد. اما افسوس که در مکتب ما انمیخیل معلمان نبودند. با همه این نگاه نکرده سفرجان امروز با زبان فرانسوزی آزاد گپ میزند. سلامت باشید دوستان. سلامت باشید. تمام رفتیم.